سلام و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزانی که با برنامه استودیو سلامت همراه هستید. من مائده حسن‌زاده‌ام. به قسمت 5 استودیو سلامت خوش اومدید. امروز در این برنامه میخوایم راجع به یه ویروسی صحبت بکنیم که مطمئنا خیلیامون اطلاعات کافی راجبش رو نداریم. اما این ویروس چیه؟ ویروس پاپیلومای انسانی یا همون HPV. یه ویروسی که میتونه خطرات خیلی جدی برای ما داشته باشه. ولی اگر اطلاعات کافی راجبش داشته باشیم میتونیم به سلامت اجتماعی و فردیمون کمک بکنیم. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع در خدمت آقای دکتر مقدس‌پور عزیز هستیم. آقای دکتر خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم و به برنامه‌مون تشریف آوردید. به نام خدا، من دکتر سید اسماعیل مقدس‌پور متخصص بیماری‌های عفونی هستم و رئیس بخش داخلی 2 در بیمارستان بین‌المللی ولیعصر. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم تا با یکی از مباحثی که در واقع الان یکی از مشکلات بزرگ ذهنی بیشتر افرادی هستن که توی جامعه زندگی میکنن بتونیم به اینجا صحبت بکنیم و اون بحث ویروس پاپیلوما هست که ایجاد بیماری زگیل میکنه در انسان و نگرانی هایی که از این بابت در خیلی از افراد ایجاد میشه، مخصوصا مواقعی که این زگیل نواحی تناسلی رو درگیر میکنه. سوالات زیادی در ذهن افراد ایجاد میشه که اگر برسیم و اگر من بتونم میخوایم این سوالات رو تا اونجایی که ممکن هست در این برنامه پاسخ بدیم. خیلی ممنونم. آقای دکتر، اولین سوالی که میخوام ازتون بکنم اینه که این ویروس اصلا چیه و راههای پیشگیری و درمانش چیه؟ این ویروس جزو ویروس‌هایی است که DNA دار هستن و در واقع مخزن اصلیش انسان هست و غیر از انسان هیچ موجود دیگه این ویروس رو به شکل مخزن با خودش حمل نمی‌کنه و بنابراین انتقال از طبیعت یا انتقال از یک موجود دیگه برای انسان مفروض نیست و انتقال فقط از انسان به انسان اتفاق میفته. جزو پاپیلوما ویروس خانواده پاپیلوما ویروس هاست و بیشترین انتقالی که اتفاق میفته در تماس‌های پوستی بسیار نزدیک است که معمولا شایع‌ترین شکلش تماس‌های جنسی هست. آقای دکتر، این ویروس چند نوعه؟ این ویروس 100 سویه شناخته شده داره در انسان، ولی گفته میشه تا 200 سویه رو ممکنه که شناسایی بشه کرد. البته از این 100 سویه 40 نوعش هست که در انسان قابل انتقال مخصوصا از طریق جنسی هست و بیشترین سویه هایی که در واقع ایجاد مشکل میکنه سویه های 16 و 18 هستند، در حالی که شایع‌ترین سویه هایی که ایجاد انتقال پیدا میکنن سویه های 6 و 11 هستند. پس اینا فقط از راه تماس جنسی انتقال پیدا میکنن؟ شایع ترین روش انتقال ویروس گفتم تماس های پوستی نزدیک هست، چون تماس های پوستی که همراه با آسیب پوستی هم باشه این انتقال رو بیشتر میکنه، چون ویروس باید در لایه های نسبتاً عمیق‌تر پوست کاشته بشه و بیشترین احتمال برای انتقال در تماس های جنسی اتفاق میفته که معمولاً این انتقال از طریق در واقع تماس‌های جنسی نامتعارف ممکنه بیشتر هم اتفاق بیفته و در کسانی که بیماری زمینه‌ای در واقع تناسلی دارن یا دچار بیماری‌های جنسی هستن، دچار استیدیا هستن یا کسانی که قبلا بیماری HIV داشتن، این انتقال احتمالش تا چندین برابر بیشتر میشه. چه کسایی بیشتر در معرض این ویروس قرار میگیرن؟ چه بازه سنی یا بیشتر زنان، بیشتر مردان؟ هر دو جنس به شکل مساوی تحت تاثیر این ویروس قرار میگیرن، ولی عوارضی که در ویروس در خانم ها ایجاد میکنه خیلی جدیتر از عوارضی هست که در آقایون ایجاد میشه. این ویروس میتونه ناحیه اطراف جنیتال رو هم در آقایون هم در خانم ها درگیر بکنه، ولی درگیری در خانم ها ممکنه که در بعضی از موارد، مخصوصا مواردی که با سویه های 16 و 18 این اتفاق میفته، منجر به بعضی از بدخیمی ها مخصوصا بدخیمی سرویکس یا گردن رحم بشه. این ویروس چه علائمی داره؟ ببینید در بیشتر موارد ویروس های کم خطرتر
هیچ علامت خاصی رو ندارن و ممکنه که مریض کاملا بدون علامت باشه و سیستم ایمنی بدن بتونه که این ویروس ها رو در واقع از بین ببره. یک حالت دیگه داریم که در واقع زگیل هایی هستن که خارج سیستم تناسلی اتفاق میفتن که اشکال مختلفی دارن این زگیل ها و ممکنه به شکل یک تغییر رنگ تا برآمدگی های روی پوست دیده بشه که باز مناطق باز بدن مثل دست، صورت و پاها ممکنه درگیری بیشتری رو داشته باشه به خاطر تماسی که ممکنه داشته باشن و شکل سوم از درگیری همون درگیری در واقع تناسلی این زگیل هست که خطرناکترین فرمش هم همین فرمه. معمولا در فرم‌های خارج تناسلی این ویروس اکثرا در بیش از 90% موارد در عرض 2 سال خود مخلوط شونده است و از بین میره یا اگر لازم شد با استفاده از روش‌های درمان‌های طبی به شکل دارویی یا جراحی میشه این ویروس رو حذف کرد. ولی دغدغه بیشتر ما در مورد عوارضی است که اشکال خطرناک این ویروس در واقع سوق دادن به سمت بدخیمی هایی است که بعضا ممکنه باعث ایجاد مشکلات برای کسانی بشه که در واقع میرن به سمت بدخیمی. آیا زگیل تناسلی همیشه ناشی از HPVه؟ بله، زگیل تناسلی تنها ویروسی که ایجاد میکنه HPV هست و سرطان گردن رحم 4مین سرطان شایع در خانم هاست که در بیش از 95 تا 96% موارد علتش ویروس HPV هست. یعنی ما میتونیم بگیم که تقریبا در بعضی از منابع تا 99% هم نوشتن سرطان گردن رحم 4مین سرطان شایع خانم هاست و نزدیک به 100% مواردش علتش همین ویروس هیومن پاپیلوما ویروس مخصوصا از سروتایپ های 16 و 18 است. راه های انتقال این ویروس چیه؟ ببینید تقریبا راهی غیر از تماس نزدیک جلدی برای انتقال این ویروس مفروض نیست. اینکه بعضا میگن که این ممکنه برای این ویروس در اثر مثلا شنا کردن در استخر منتقل بشه یا فضای آلوده در واقع حمام‌های عمومی این کارو بکنه یا استفاده از وسایل آرایش یا در آرایشگاه ها منتقل بشه. اینا احتمالاتی هستن که اثبات نشدن. درسته که ویروس رو میشه از این محل ها به دست آورد ولی ویروس برای اینکه در واقع رشد پیدا بکنه در نفر بعدی تقریبا نیاز به این داره که به شکل مستقیم تلقیح بشه به لایه‌های نسبتاً عمیق‌تر پوست و لایه بازال پوست برسه تا این در واقع رشد ویروس در اونجا تکثیر ویروس دوباره اتفاق بیفته. بنابراین در واقع تماس با ویروس بدون ایجاد در واقع تلقیح تقریبا با موجب بیماری نمیشه. بنابراین به قطع میشه گفت که انتقال از راه‌های غیر از تماس‌های پوستی نزدیک تقریبا غیر ممکن هست، هرچند توی بعضی از این استفاده از آرایشگاه‌ها و جاهایی که این موهای زائد رو میخوان از بین ببرن ممکنه که این اتفاق به شکل ندرتاً اتفاق بیفته، ولی خب اصلی ترین راه باز تماس هست، مخصوصا تماس‌های جنسی هست که این عارضه رو ممکنه به یکی دیگه منتقل بکنه. پس با خیال راحت میتونیم استخر بریم؟ بله، با خیال راحت میتونید استخر برید و احتمال انتقال از این طریق تا حالا در جای گزارش نشده. آیا HPV به این معنیه که فرد حتما دچار سرطان میشه؟ نه اینطور نیست. گفتم که 100 تا سویه داره، از این 100 تا سویه 40 تا سویهش ممکنه منتقل بشه. از این 40 تا سویه چند سویه زیر 10 سویه هستن که ممکنه ایجاد عارضه دائمی که منجر بشه به سرطان بکنن، که از بین این زیر 10 تا سویه هم 2 تا سویه هستن که بیشتر مقصر هستن و اینطور هم نیست که کسی این سویه ها را گرفت حتما بره به سمت سرطان ره. ولی مطلب از اون طرف میشه گفت که نزدیک به 100% سرطان های سرویکس در اثر هیومن پاپیلوما ویروس ایجاد میشه که باز گفتیم سرطان سرویکس هم یکی از سرطان های نسبتا شایع در خانم هست. بنابراین اینطور توصیه میشه که ما باید یه روشی پیدا بکنیم که حدالامکان از انتقال ویروس ها، مخصوصا ویروس های پرخطر، جلوگیری بکنیم
یا بدن رو آماده بکنیم برای دفاع در مقابل این ویروس ها که اگر تماسی هم اتفاق افتاد این انتقال صورت نگیره یا رشد ویروس در بدن کسی که از نظر سیستم ایمنی در واقع در وضعیت مناسبی است و قبلا ایمن شده، این رشد ویروس نره به سمت ایجاد سرطان. اینجاست که بحث درمان و بحث پیشگیری پیش میاد. آقای دکتر قبل از اینکه درمانو بگین یه سوال دیگه هم که هست اینه که تأثیری بر بارداری و زایمان داره یا نه؟ نه، این ویروس هیچ تأثیری در بارداری و زایمان نداره، ولی خب بچه هایی که از این طریق میخوان متولد بشن توصیه میشه که به شکل سزارین تولدشون انجام بگیره که در مواردی که به شکل قطع ناحیه تناسلی مادر آلوده به این ویروس هست، این بچه در اولین ساعت زندگیش تماس با این ویروس رو نداشته باشه. راه‌های پیشگیری و درمان هم اگر میشه؟ برای پیشگیری و درمان اولا لازمه که ببینیم چطور میشه این ویروس ها رو تشخیص داد. برای تشخیصشون چند تا راه وجود داره. یکی از راههایی هستن که توی کلینیک قابل اجرا هستن. مثلا ما میایم از اسید استیک یا همون سرکه که البته ترکیبات دارویی اسید استیک استفاده میکنیم، در محل میمالیم. اگر زگیلی به شکل پنهان در محل وجود داشته باشه با تغییر رنگ و سفید شدنش میتونیم تشخیص بدیم که در اینجا زگیلی تناسلی وجود داره. راه دوم که بیشتر کمک میکنه اینه که ما در کسایی که پرخطر هستن، مخصوصا در خانم ها که توصیه میشه در 30 سالگی یک بار و در 45 سالگی یک بار دیگه این کار انجام بگیره، انجام دادن پاپ اسمیر هست. پاپ اسمیر به ما کمک میکنه که سلول هایی که در اثر ویروس تغییر شکل پیدا کردن رو شناسایی بکنیم و با این روش میتونیم ویروس رو در مراحل اول قبل از ایجاد سرطان شناسایی و با یکی از روش‌های درمان بخوایم اینو از بین ببریم. بنابراین روش دوم که توصیه میشه برای خانم ها انجام بشه به شکل اسکرینینگ تست یا تست های غربالگری این هست که بخوایم از اینا پاپ اسمیر رو انجام بدیم. این که ما بخوایم هر سال پاپ اسمیر انجام بدیم یا در سنین پایین‌تر یا در سنین بالای 45-50 سال پاپ اسمیر رو انجام بدیم، این هم توصیه نشده. کلا توصیه که شده از طرف سازمان بهداشت جهانی این است که 2 بار و در سن 30 و 45 سالگی برای پیشگیری از بروز سرطان گردن رحم کفایت میکنه و حتی اگر فقط یک بار هم در 30 سالگی انجام بگیره باز هم از نظر سازمان بهداشت جهانی قابل قبول هست. روش بعدی که انجام میگیره برای تشخیصش استفاده از تست PCR و شناسایی در واقع DNA ویروس هست که این تست هم در دسترس هست و حتی میتونن سویه ویروس رو برای ما مشخص بکنن که بگن این سویه از نوع خطرناک هست یا خطرناک نیست. و اکثر کسایی که مراجعه میکنن یک عارضه پوستی در ناحیه تناسلیشون دارن، یکی از روش‌هایی که ما میتونیم مخصوصا آقایون که در واقع ویروس شکل بارزتری داره، قابل دیدتر هست، میتونیم از این عارضه نمونه گیری بکنیم و تست PCR رو انجام بدیم. اگر هیومن پاپیلوما ویروس بود مشخص میشه و اگر باز هم از نوع سویه خطرناک بود باز هم این برای ما مشخص میشه. بعد از اینکه روش‌های تشخیصی رو انجام دادیم، خب میرسیم به روش‌هایی که توصیه شده برای پیشگیری. خب یکی از چیزهایی که توصیه شده برای پیشگیری، چون گفتیم غالب انتقال از طریق تماس‌های جنسی اتفاق میفته، بنابراین یک تماس جنسی سالم میتونه در انتقال بیماری، کاهش انتقال بیماری به ما کمک بکنه. استفاده از وسایل مراقبتی، استفاده از کاندوم و رعایت بهداشت جزو و انجام دادن روش‌های جنسی غیر تهاجمی تر که آسیب کمتری به پوست و مخاط میزنه میتونه در کاهش انتقال به ما کمک بکنه. روش بعدی که پیشنهاد میکنن اینه که خب اگر کسی عارضه‌ای داره بره قبلش درمان بکنه. یعنی درمان موارد رو میگن که اگر کسی عارضه دار بود پیشگیری درمان بکنه. بازم اینم جزء موارد پیشگیری است که به دیگران منتقل نشه. توصیه اکید میشه که تعداد پارتنرها محدود بشه و اینم جزء چیزایی است که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده که کاهش در واقع تعداد پارتنرها میتونه به کاهش انتقال کمک بکنه و اصلی ترین چیزی که ما باید اینجا بهش خیلی دقت بکنیم انجام واکسیناسیون هست. یعنی ما بیمار رو به شکل پاسیو آماده بکنیم، سیستم دفاعی بدنش رو در واقع نوعی تقویت بکنیم
که اگر انتقال ویروس هم اتفاق افتاد، ویروس توان رشد و توان تغییر سلول‌ها به سمت سلول‌های بدخیم رو نداشته باشه.